سلام بچه ها، من میادم و امروز اومدیم تخم مرغ درست کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خب سلام بچه ها، اومدیم امروز املت درست کنیم، ولی املت بازاری. احتیاج داریم به یه مقدار روغن مالتابه میخوایم، یک کم روغن میریزیم، زیر گازمون رو روشن میکنیم تا یه مقدار روغنمون داغ بشه. خب موادی که لازم داریم رب، نمک، زردچوبه و فلفل. البته بعضی توش پیاز هم میریزن ولی ما پیاز نمیریزیم. 2 تا هم تخم مرغ. خب برای اینکه املتمون خوب بشه باید یه قاشق رب و با یه مقدار آب هم بزنیم تا یه خورده شل بشه. خب وقتی که روغن داغ شد، ربمون با حالت چیز در اومد، این مقدار آبکی تر شد، زیر گازی رو کم میکنیم، میریزیم توی روغن. خب میکنیم توی خورده میزنیم رو تف بخوره. حالا بهش نمک، یک کم زردچوبه و یه مقداری فلفل اضافه میکنیم و هم میزنیم. خب حالا که روغنمون تفت خورد، تخم مرغامون رو بهش اضافه میکنیم. خب حالا وقتش زردها رو به صورت بتر کنیم و شروع کنیم آروم آروم هم میزنیم و هم دارن ادامه میدیم تا تخم مرغ خودش رو بگیره. وقتی که یه خورده از حالت لرزشی در اومد، املت ما آماده است و نوش جانتون.